السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال داشتم درباره همین به ترتیب خواندن نماز سوره ها در نماز. بعضا وقت میشود استاد که خیلی فراموش میکنم که کدام سوره از کدام از بالا از که پایان است میخوانم. بعد همجا هیچ استاد گپی نداره. ترتیب رعایه ترتیب خوب است. اگر رفت و ویران کرده ترتیب اول مثلا قل هو الله احد خواندید و بعد انا اعطینا خواندید، هیچ گپی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم باره اول سوره نساء خواندن، بعد از آن آل عمران خواند، حالان که ترتیبش اول بقره بعد آل عمران بعد نساء. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم بقره نساء بعد آل عمران خواند، ترتیبش ویران کردن. یعنی این دلالت میکند که اجازت است ویران کردن ترتیب. لیکن اگر به ترتیب خوانید خوب است، هیچ گپی نداره، نمازتان درست است برادر.